درود و وقت بخیر خدمت همگی. صدا و تصویر من رو دارید؟ خیلی هم عالی. امروز با یه ورکشاپ رایگان از فیلایر در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم. ورودتون رو به این ورکشاپ خوش آمد میگیم. من یه توضیح کوتاهی در مورد ورکشاپ هامون بدم. به این صورت هست که ما دو قسمت داریم. قسمت اول ساعت 16 تا 17 و 30 دقیقه هست. بعد میریم یه استراحتی میکنیم که برای قسمت دوم بتونیم پر انرژی برگردیم. بعد از اون قسمت دوم ورکشاپمون ساعت 19 تا 20 و 30 دقیقه هست. بنابراین به این صورت امروز هم در خدمت شما هستیم. علاوه بر این یه خبر خوب بهتون بدم که هفته آینده یعنی شنبه دیگه که میشه 16 اردیبهشت ماه کارگاه دوممون هست که باز اونجا هم در خدمت مهندس خبازی عزیز و مهندس رایی از دانشگاه پادوا ایتالیا هستیم. موضوع ورکشاپ امروزمون همونطوری که میدونید مقدمه‌ای بر تکنولوژی‌های خودروهای خودران هست، اما با تمرکز بر الگوریتم فدریتد لرنینگ. توی این ورکشاپ همراه مهندس امیرحسین خبازی هستیم که محقق بینایی ماشین دانشگاه پادوای ایتالیا هستند. در خدمتتون هستیم جناب مهندس. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. صدای منو دارین؟ دو وقت بخیر. بله استاد. صدای من هست؟ ضعیفه؟ یه لحظه اجازه بدین. خب الان بهتر هست یا نه صدا؟ اوکی. خیلی خوب. پس خب یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیز. خیلی ممنونم که امروز توی ورکشاپ شرکت کردین. همینطور که خانم امینی فرمودن، من امیرحسین کارگر خبازی هستم، دانشجوی ارشد دانشگاه پادووا ایتالیا و حوزه تحقیقاتم روی کامپیوتر ویژن روی الگوریتم فدریتد لرنینگ هستش. امیدوارم که امروز ورکشاپ خوبی رو داشته باشیم. ما هفته بعد بازم همینطور که خانم امینی فرمودن ورکشاپ 2 جلسه دیگه خواهیم داشت، ادامه همین مطالبه، ولی خب به صورت کاملا اکادمیک تر و به صورت کاملا تخصصی تر ادامه پیدا خواهد کرد. خب اگه سوالی دارین مطلبی هست بفرمایین، اگه نه شروع کنیم. بله رایگانه. ورکشاپ هفته بعد هم رایگانه. ضبط و واقعیتش اجازه بدید مدیرا جواب بدن، چون من در جریانش نیستم که ضبط میشه یا نه. ظاهرا ضبط میکنم. برنامه نویسی و نه، توی ورکشاپ ما برنامه نویسی نداریم. حالا اگه بخوایم برنامه نویسی ورکشاپ بذاریم برای برنامه نویسی هم خب اطلاع میدیم حتما، ولی نه، توی ورکشاپ ما کدینگ نداریم. اوکی، پس شروع کنیم. خیلی ورکشاپ ما امروز درباره فدریتد لرنینگ در ماشین های خودران هستش. البته به صورت اینتروداکشن وارد میشیم و هفته آینده به صورت اکادمیک تر و تخصصی تر ادامه میدیم. اول از همه اجازه بدین یه نگاهی کلی بندازیم به این که چیا قراره امروز و در جلسه بعد این 2 تا جلسه کاور کنیم.
اولین سکشنی که شروع میکنیم درباره خود ماشین های خودران هستش و اینکه چرا بهشون نیاز داریم. الان خیلی از شرکت های دنیا دارن هزینه، وقت و کلی منابع روی این میذارن. خب چرا دقیقا ما به ماشین های خودران نیاز داریم و اینکه مثلا خود ماشین خودران چی هستش دقیقا. بعدش سکشن دوم ما درباره روش‌های معمول یادگیری ماشین هستش که حالا قبل از فدریتد لرنینگ استفاده میشد، البته الان هم استفاده میشه، ولی خب روش‌های معمول قبل از فدریتد لرنینگ هستش و یه اوورویوی روی اینها خواهیم داشت. سکشن سوم ورود به خود فدریتد لرنینگ برای ماشین‌های خودران هستش. دقت کنید که فدریتد لرنینگ یه الگوریتم خیلی بزرگتری هستش و توی زمینه‌های خیلی بیشتری استفاده میشه. ولی خب ما توی این ورکشاپ میایم ببینیم خود فدریتد لرنینگ توی ماشین‌های خودران چجوری استفاده میشه و صرفا توی این هیته بررسی میکنیم. در سکشن چهارم روش‌های یادگیری ماشین و فدریتد لرنینگ رو با دیتیل بیشتر، با جزئیات خیلی بیشتری بررسی میکنیم و یکم خیلی ریز میشیم و دقیقا میبینیم که این الگوریتم ها چجوری کار میکنن و در آخر یک کانکلوژنی خواهیم داشت و اینکه هفته بعد قراره چیا رو کاور کنیم. همین اول شروع میکنیم از سلف درایوینگ کارز و نیازهامون برای اونها. اول از همه ما یه اوورویوی برای سلف درایوینگ کارز داریم و تاثیر اونها بر جامعه، که چه تأثیری الان روی جامعه و سیستم حمل و نقلیه ما میتونن بذارن. بعد یه توضیحی درباره الگوریتم هایی که ماشین لرنینگ داره و ما توی سلف درایوینگ کارها استفاده میکنیم توضیح داده میشه. چالش هایی که ما در توسعه این ماشین های خودران با اون روبرو هستیم و در نهایت لول های ماشین های خودران رو بررسی میکنیم. اول وارد میشیم اوورویوی خود سلف درایوینگ کارز. قبل از اینکه تاثیرش رو بر جامعه و حمل و نقل بگیم، بذارید یه تعریفی داشته باشیم از خود ماشین های خودران که اصلا چی هستن. ماشین های خودران یا اصطلاحاً بهشون اتونومیوس کار یا درایورلس کار هم میگن. توی منابع مختلف یا توی مقالات مختلف با اسمای مختلفی میشه. به یه سری از وسایل نقلیه گفته میشه. ممکنه قطار باشه، ممکنه درون یا پهپاد باشه، ممکنه خود اصلا هواپیما باشه، ممکنه ماشین سواری معمولی باشه. فعلا همه اینا رو ما توی دسته ماشین های خودران میذاریم، سلف درایوینگ کارها. حالا ممکنه تو آینده اسمای متفاوتی داشته باشه، ولی اصطلاحاً به هر وسیله نقلیه‌ای گفته میشه که حالا دارای یه سری سنسورهای خاص و الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی که اونا رو قادر میسازه بدون اینکه دخالت انسان درشون دخیل باشه حرکت کنن. یعنی اینکه ببینند، تصمیم بگیرند و یه اکشنی رو انجام بدن، یه کاری رو انجام بدن بر اساس دید و تصمیم خودش رو. یعنی ماشین‌های خودران واسه اینکه محیطشون رو درک کنن، تصمیم گیری کنن و یه اکشن یا اقدامی رو انجام بدن بر اساس داده هایی که از اطرافشون جمع میکنن انجام میدن. این داده ها توسط این سنسورها جمع آوری میشه و پاس داده میشه به الگوریتم های هوش مصنوعی. بخاطر همین تو این هیته سنسورها خیلی 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 حساسن و مهمن و اصلا یکی از چالشامونه. البته این روزا شرکت های خیلی بزرگ مثل کمپانی بنز یه سری سنسورهای دیولپ میکنه واسه به عنوان رادار که میتونه دور تا دور ماشین رو به صورت سه‌بعدی کاملا توی تصویر بیاره. البته نه اینکه ببینه، به عنوان رادار دیتکت کنه کل اشیاء دور و برش رو. و همین سنسورها اطلاعاتی که از اطراف دیتکت میکنن، حالا سنسورهای بینایی باشه، سنسورهای رادار باشه، سنسورهای حساس به اشیاء دیگه باشه، وقتی که نزدیک میشن حساس باشه به فاصله، اطلاعات رو جمع آوری میکنن و پاس میدن به هوش مصنوعی و اینجاست که الگوریتم‌های هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین پروسس انجام میدن و بر اساس این تصمیم میگیرن و تصمیم رو پاس میدن به قسمت مکانیکی ماشین و قسمت مکانیکی ماشین این اکشن رو میگیره و اون رو اجرا میکنه.
که حالا جلوتر هر کدومشون با دیتیل های بیشتری بررسی میشه. این صرفا یه اوورویو هستش. خب حالا تاثیرشون بر جامعه میتونه چی باشه؟ ببینید توی سیستم های حمل و نقل ما این قضیه خیلی تاثیر داره میذاره، یعنی تاثیرهای خیلی گسترده و متنوعی میذاره. از یه طرف این ماشین ها میتونن با کاهش تراکم ترافیک، بهبود ایمنی و افزایش تحرک برای افرادی که نمیتونن رانندگی کنن، مثل افراد مسن، معلول که متاسفانه یا افرادی که به هر دلیلی امکان رانندگی ندارن، پتانسیل اینو داره که انقلابی در حمل و نقل ایجاد کنه. همینطور همین ماشینا میتونن با بهینه‌سازی جریان ترافیک، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده ها، اثرات زیست محیطی حمل و نقل رو هم کاهش بدن و این خیلی مهمه واسه ما، مخصوصا توی عرصه ترافیک که حالا جلوتر هم الان بررسی میکنیم. شدیداً ایمنی رو میبره بالا اگه بتونیم جریان ترافیک رو کنترل کنیم. ولی با این حال یه سری پیامدهای منفی هم داره. یکی از پیامدهای منفی که خیلیا روش مانور میدن اینه که خیلیا شغل از دست میدن. البته هممون معتقدیم، البته من خودم بیشتر معتقدم که اگه تکنولوژی جدیدی بیاد، یه علم جدیدی عرضه بشه، خیلی از شغل‌ها از بین میره ولی خیلی شغل‌های جدیدی هم به وجود میاد. ولی همین الان این نگرانی خیلی هست که با اومدن ماشین‌های خودران خیلی از راننده‌ها شغلاشون از دست بدن و حالا پیامدهای منفی واسهشون داشته باشه. دومین پیامدی هم که توی خیلی از مقالات بهش پرداخت میشه و من توی خیلی از سمینارها دیدم، توی خیلی از ورکشاپ‌ها دیدم، بحث سایبر سکیوریتی یا امنیت سایبری هستش. همین الان خیلی از ماشین‌ها دارن از سیستم‌های کامپیوتری استفاده میکنن. همین مثلا ماشین‌های آودی یه سیستم تعلیق داره که میتونه جاده رو رصد کنه و چاله‌های جاده رو ببینه و کمک فنرهای ماشین رو به گونه‌ای تنظیم کنه که وقتی که میفته ماشین تو اون چاله کمترین ضربه به اتاقی که ماشین وارد بشه. یه سیستم تعلیق کاملا هوشمندی. ولی خب اینجا مسئله سایبر سکیوریتی در حد اینه که اگه یکی بیاد ماشین رو هک کنه، فوقش اون سیستم رو مختل میکنه و نمیذاره کمک فنرها رو تنظیم کنه و سیستم تعلیق از بین میره، ولی کنترل ماشین در اختیار راننده هستش. توی ماشین‌های خودران این نگرانی بیشتر روی اینه که اگه ماشین هک بشه، به اصطلاح کنترل کاملا میفته دست کسی که هک کرده و این خطرناکه. درسته این قضیه خارج از حیطه ما هستش، خارج از یعنی حیطه مهندسین هوش مصنوعی است. کلا قضیه سکیوریتی کلا میره واسه کسایی که امنیت کارن. ولی این دوتا چالش اجتماعی که الان هست بیشترین چالش هاییه که ما واسه ماشین های خودران الان پیش رو داریم. حالا یه بررسی داشته باشیم درباره یه نگاه اجمالی داشته باشیم واسه قسمت تکنیکال، یعنی قسمت یادگیری ماشین، الگوریتم هایی که توی سلف درایوینگ کارز استفاده میشن. احتمالا خیلی از شما با این مفهوم آشنا باشید، Artificial Neural Network یا شبکه‌های عصبی مصنوعی که اصطلاحاً یا به اختصار بهش ANN میگن. حالا برای افرادی که نمیدونن یه توضیحی میدم. این شبکه‌ها جزء کلیدی ماشین‌های خودران هستن، خیلی کلیدی، یعنی یکی از قسمت‌های حیاتی ما هستن. ANN های دسته‌ای از الگوریتم‌های یادگیری ماشین هستند که بر اساس ساختار و عملکرد شبکه‌های عصبی بیولوژیک در مغز خود ما طراحی و کار می‌کنند. مغز ما دارای میلیون‌ها میلیون نورونه که هر نورون به چندین نورون دیگه کانکته. هر نورون یه سری دیتا میگیره، پروسس میکنه و پاس میده به نورون‌های دیگه و این روند تو همه نورون‌ها ادامه پیدا میکنه. شبکه‌های عصبی ما اینجا دقیقاً به این صورت عمل میکنه. یعنی نورون‌هایی داریم که نورون‌های دیگه کانکته و اطلاعات رو پروسس میکنه و پاس میده به نورون‌های بعدی. در زمینه ماشین‌های خودران هم این شبکه‌ها برای کارهای متفاوتی مثل تشخیص اشیا یا object detection، تشخیص خطوط یا road line detection، خطوط جاده،
و تصمیم گیری decision making استفاده میشه که حالا درباره هر کدوم از اینا الان بحث میکنیم. خب یکی از رایج ترین انواع ANN ها هم همین convolutional neural network یا همون CNN ها هستن، شبکه‌های عصبی کانولوشنال. فکر کنم معنی دقیق فارسی کانولوشن شاید بشه پیچشی، شبکه‌های عصبی پیچشی. CNN ها بیشتر برای پردازش تصویر استفاده میشن، بیشتر برای پردازش تصویر و ویدیو هر دوتاشون استفاده میشن که همین قضیه تو ماشین خودرو خیلی ایداله. ما قراره ببینیم یا یه دوربینی داشته باشیم که جاده رو ببینه، پس ما از CNN ها استفاده میکنیم تا عکسی که از جاده گرفته میشه یا ویدیو، حالا هر چی که دوربین یا سنسور دید ما از جاده میگیره رو بگیره و شبکه‌های عصبیمون و CNN های ما، شبکه‌های کانولوشنال ما بیان اینو پردازش کنن و حالا در ادامه میده به قسمت تصمیم گیری و انجام اون تصمیم. به این تصویر دقت کنید، یه مثال عملی از همین شبکه ها. این تصویر بالایی که میبینید با موسالا قرمز، با نقطه قرمز دارم دورش میکشم، این قسمت دیدیه که ماشین داره، یعنی دیدی که دوربین ما داره، یعنی جلوی ماشین. این تصویر پایین دیدیه که هوش مصنوعی داره، یعنی این تصویر رو میگیره و هوش مصنوعی پردازش میکنه یا الگوریتم یادگیری ماشین ما پردازش میکنه و اصطلاحاً سگمنتش میکنه، یعنی تقسیم بندی میکنه تصویر رو. به این صورت که خیلی کلی اینجا توضیح میدم بهتون، اینکه این تصویر رو میگیره و اولش پاس میده به یه لایه‌ای از شبکه‌های کانولوشن. واسه اینکه بهتر متوجه بشی شبکه‌های کانولوشن چطوری کار میکنن، یکم جلوتر یه دونه دمو بهتون نشون میدم و در اونجا کاملا متوجه میشید که این شبکه‌های کانولوشن دقیقاً چجوری کار میکنن و این نورون‌های ما. پس اینجا یه اوورویو، نگران نباشید، همه اگر متوجه نمیشید اینجا چه اتفاقی میفته، جلوتر حتما کاملتر با دمو نشون میدیم، حتما متوجه میشید. پاس داده میشه به یه شبکه کانولوشن، یه لایه از شبکه کانولوشن و یه پردازشی انجام میده. این لایه شبکه کانولوشن ما پاس میده به لایه بعدی که اینم کانولوشنه و پاس میده به لایه بعدی تا اینکه ما میرسیم به آخرین لایه کانولوشن. در آخرین لایه کانولوشن خروجی این لایه ها پاس داده میشن به یه شبکه عصبی. این شبکه عصبی ما هستش الان، همین ANNی که اینجا توضیح دادم اینه که دقت کنید این دایره ها هر کدومشون یه نورون محسوب میشن و این خطا اج محسوب میشن. هر نورون به همه نورون های بعدی خودش وصله. این نورون رو در نظر بگیریم، این نورون به همه نورون های بعدی خودش وصله، یعنی نورون های لایه بعدی خودش وصل هستش و اینا اطلاعاتی که از شبکه های کانولوشن میگیرن و پردازش میکنن و در نهایت خروجی میشه این سیستم تصمیم گیری ما. بر اساس این میاد تصمیم میگیره جاده کدومه، حاشیه جاده کدومه و چه اکشنی رو باید انجام بدیم. خب حالا اینجا من به ایمیج سگمنتیشن اشاره کردم، اینجا توضیح کاملی بهتون بدم که ایمیج سگمنتیشن دقیقاً چی هستش. اول توضیح بدم که تشخیص اشیا و تقسیم بندی تصویر که توی مثال قبلی هم دیدیم، البته تو مثال قبل من تشخیص اشیا نبود، فقط ایمیج سگمنتیشن بود. دو فرق اساسی با هم دیگه داره. تشخیص اشیا ما میایم به حالتی میگیم که سیستم هوش مصنوعی ما، سیستم بینایی ماشین ما، یک شیء رو که میخواد ماشین باشه، انسان باشه، دوچرخه یا هر چیز دیگه ای توی تصویر میبینه و دور اون یک مستطیل یا مربعی میکشه. این چه امکانی به ماشین ما میده؟ وقتی که سیستم ما همچین حرکتی میزنه و یک شیئی رو تشخیص میده، اصطلاحاً دیتکت میکنه و دورش یه مربع میکشه، دقیقاً اندازه اون شیء و فاصله اون از ماشین و
با چه سرعتی داره حرکت میکنه و توی چه دایرکشنی، توی چه جهتی داره حرکت میکنه رو به ماشین میده. یعنی ماشین کاملا متوجه میشه که این اطلاعات این شی که حالا فرض کنید یه ماشین روی جاده چی هستش، آیا داره میاد به سمتم، داره از من دور میشه، جلوی من حرکت میکنه، اندازش چقدره و از این قبل اطلاعات، کل اطلاعات اون اشیا رو میگیره. ایمیج سگمنتیشن یه حالت تقریبا مکملی روی آبجکت دیتکشن. ما توی ایمیج سگمنتیشن هم میایم دقیقاً همین کار رو انجام میدیم. یعنی یک شی رو میبینیم ولی این بار نمیایم صرفا دورش خط بکشیم و بگیم اوکی این ماشینه، اندازش اینه، با این سرعت حرکت میکنه، مثلا رو به جلو میره. نه، توی ایمیج سگمنتیشن ما کاری نداریم ماشین داره به کجا میره، میاد، میره، چه حرکتی میکنه. ما صرفا ماسک میزنیم روی عکس، یعنی مرزبندی میکنیم عکسو و میدونیم که این ماشینی که الان جلوی ماست دقیقاً چه مرزایی داره، مرزاش کجا هستن. به این مثال دقت کنید. یک شخصی رو میبینیم در سمت چپ که داره حرکت میکنه و ما این تصویر یا این ویدیو رو میدیم به شبکه هوش مصنوعی یا شبکه یادگیری ماشین که اینجا یونت رو من به عنوان مثال آوردم. وقتی که پاس داده میشه به این، خروج این شبکه میشه این تصویر سمت راست. ببینید تو این تصویر سمت راست سیستم هوش مصنوعی ما اومده کل بک‌گراند رو ایگنور کرده، نادیده گرفته و صرفا این آدمی که داره حرکت میکنه رو تقسیم بندی کرده و داره میبینه. اگه من ویدیو رو پوز کنم اینجا متوجه میشید. ببینید دقیقاً مرزبندی میکنه، حتی پای این، کفش این، همه چیزش رو دقیقاً مرزبندی میکنه و میدونه که مرز این آبجکتی که اینجا میبینیم کجا هستن. ماشین توی این قسمت احتمالاً ندونه دقیقاً اندازه این شی چقدره، چون وقتی که این انسان میشینه اندازش کوچیک میشه، وقتی که میپره قدش کاملا باز میشه اندازش بزرگتر میشه. ما اینجا صرفا فقط داریم مرزبندی میکنیم و میفهمیم که مرز این آبجکت ما دقیقاً کجا هستش. اگه بخوام یه مثال واقعی تر از خود سلف درایوینگ کار براتون بزنم میشه این مثال. این یک مثال واقعی از خود شرکت تسلا هستش. این قسمت تصویر بزرگ دید راننده هستش. توی سمت راست ما 3 تا تصویر داریم. تصویر بالایی دوربین سمت چپ، وسطی دوربین میانی و آخری دوربین سمت راست هستش. ماشین داره حرکت میکنه. این مربعاتی که میبینید دور ماشینای دیگه میکشه، این مربعات همین آبجکت دیتکشن یا تشخیص اشیاء ما هستن. اگه من ویدیو رو پوز کنم میبینید که این قسمت همین ماشینه. این قسمت اومده دور این ماشین یه مربع کشیده و اینو تشخیص داده. این قسمت هم همینطور، این دورش مربع کشیده، تشخیص داده. حالا چرا دور اینا آبی کشیده، دور این سبز کشیده؟ دلیلش اینه که کلاس‌بندی های متفاوتی داره. این کلاس‌بندی ها بر اساس چیزی که ما تعریف میکنیم هستش. یعنی مثلا فرض کنید، این یک خیلی مثال شاید درست نباشه، اومده گفته دور ماشین های مشکی خط سبز بکش، دور ماشین های سفید خط آبی بکش. این میشه 2 تا کلاس بندی های متفاوت. حالا این ماشین هم کلاس بندی های خودش رو داره و با این حرکت میتونه تشخیص بده اگه دورش سبز باشه ماشین مشکیه، اگه دورش آبی باشه مثلا ماشین سفید. و اینجا ایمیج سگمنتیشن هم میتونید میبینید این خطوط جاده که اینجا سفید هست تو دوربین اصلی ما، ولی اینجا قرمز هستش، چون اومده سگمنتش کرده، تقسیم بندی کرده. عین همون حرکتی که توی ما چیز داشتیم، توی اون مردی که تو اونجا داشت حرکت میکرد، میپرید، مینشست و این طرف تصویر اون مرد تقسیم بندی میشد و ماسکش زده میشد. اینجا ما دقیقاً همون رو داریم. قسمت خطهای جاده این طرف قرمز شده چون سگمنتش کرده و حتی وقتی که نزدیک به درخت‌ها میشه سریع درخت‌ها هم سگمنت میکنه. این کار رو برای این میکنه که ماشین مرز درخت‌ها و مرز حاشیه جاده رو بفهمه و بدونه که نباید به اونا نزدیک بشه یا از اونا خطور کنه.
خب این یه تعریف خیلی کلی بود از ایمیج سگمنتیشن و آبجکت دیتکشن. اگه سوالی دارین بفرمایید که حالا ادامه بدیم. اجازه بدین از اوکی بر اساس هندسی هم میتونه سگمنت که آره دقیقاً. ببینید کلا سگمنت توی دنیای واقعی تفاوت میکنه. یه ماشین فرض کنید مربع از پشت اینجوری در نظر میگیریم، خب اینو مربع سگمنت میکنه. اصلا هر شکلی داره تصویر رو همون سگمنت میکنه. آره تصویر بالایی که الان اونجا نشون دادم دید ماشین بود، با شبکه‌های CNN و شبکه‌های فولی کانکتد میرسه به پایین. هر دوتا اینو جلوتر کامل توضیح میدم. آره دقیقاً. اتفاقا سر این مسئله ماشین‌های آودی تو ایران به خاطر همین گفله است و امکان سیستم تعلیقشون، چون که متاسفانه اینقدر تو ایران ماشین افتاد تو چاله و اینقدر چالاش بد بود، سال 2020 اومد بست واسه ایران این سیستم متاسفانه. خب آره اجازه بدید توضیح بدم، بعد برمیگردم همه سوالا رو یه بار دیگه کامل مرور میکنیم و تو جواب میدم. اوکی چشم، زود برمیگردم چک میکنم. اوکی خب این کل مبحث سگمنتیشن بود و آبجکت دیتکشن. بعد از اینکه ماشین ما میبینه خیابون رو سگمنت میکنه، اشیا رو تشخیص میده، مرز خیابون رو میفهمه، خطوط لاینی خیابون رو میفهمه و ماشین های دیگر رو میبینه و کل محیط خودش رو درک میکنه، اینجا ما وارد فاز تصمیم گیری میشیم، decision making میشیم. این فاز تصمیم گیری با شبکه‌های reinforcement learning یا یادگیری تقویتی انجام میشه. اوکی؟ یعنی اینکه ماشین تصویر رو که کاملا درک کرده، یعنی محیط خودش رو که کاملا درک کرده، پاس میده به فاز تصمیم گیری و فاز تصمیم گیری اونو میگیره و بر اساس اون درک و شهودی که از محیط داشته تصمیم میگیره و اونو اجرا میکنه. بخوام یه مثال عملی دوباره بهتون بزنم که کامل متوجه بشید، این دوباره مثاله. یه ماشینی رو ما اینجا داریم که داره حرکت میکنه و از جلو یه دوچرخه داره بهش نزدیک میشه. ماشین دوچرخه رو اول از دوربین میانی خودش میبینه و وقتی که میبینه سریع اینو دیتکت میکنه و وقتی که دیتکتش میکنه تشخیصش میده، شبکه‌های reinforcement learning توی قسمت decision making تصمیم میگیره که ماشین وایسه. خب به خاطر این ماشین اینجا وایسه، ماشین تصمیم میگیره وایسه. این قسمت توسی رنگی که تو جاده میبینید قسمتیه که این ماشین محدوده حرکتش هستش. وقتی که دوچرخه به ماشین نزدیک میشه، سریع محدوده رو 2 برابر میکنه که در صورت نیاز وارد اون یکی جاده بشه که به دوچرخه برخورد نکنه. حتی اجازه بدید یه لحظه ویدیو رو ببینید. حتی این خط رو میبینید جلوی ماشین، این پیشرانه ماشین هستش، یعنی ماشین مسیری که ماشین داره توش حرکت میکنه تا این قسمت رو نشون میده. وقتی که دوچرخه نزدیک ماشین میشه، این ماشین حتی یه لحظه تصمیم میگیره بیاد جاده بعدی، این قسمت یه لحظه تصمیم میگیره که بیاد جاده موازی خودش. ولی وقتی که دوچرخه از دوربین سمت راست رد میشه، این تصمیم رو کنسل میکنه و دوباره برمیگرده به تصمیم قبلی خودش که توی این جاده مستقیم حرکت کنه. حالا اینکه چجوری ماشین داره تصمیم میگیره، اینکه بر چه اساس، بر چه منطقی داره این تصمیم ها رو میگیره، بر اساس منطقیه که ما بهش پاداش میدیم. تصمیم گیری ماشین بر اساس اینه که پاداش بگیره. شبکه باید پاداش، به اصطلاح هم میگیم ریوارد بگیره. یه مثال بزنم بهتون. فرض کنید یه ماشین تو جاده داره حرکت میکنه که یهو وای میسته، یهو ترمز میگیره. ماشین خودرانما پشت اون بوده و این ماشین خودرانما هوش مصنوعیش تصمیم میگیره اینم یهو وایسه، اینم یهو ترمز میگیره و میخکوب میشه رو جاده. ماشین پشت سری ما تصادف میکنه با ما. اینجا سیستم ما میاد ریوارد یا پاداش منفی میده به ماشین که این کارت اشتباه بود. ماشین دوباره میذاریمش تو این حالت
یعنی تو این شرایط میذاریم که دوباره یکی جلو ترمز بگیره ببینیم اکشنش چیه. این بار ماشین میدونه که من قبلا یهو ترمز گرفتم میخکوب کردم پاداش منفی گرفتم، نمیاد دوباره میخکوب کنه ماشینو، آروم آروم ترمز میکنه ولی باز یکم سریع ترمز میکنه، دوباره تصادف پیش میاد، دوباره ریوارد منفی میدیم بهش. حالا فرض کنید ریوارد قبلی منفی 10 بود، الان منفی 5 دادیم بهش. در مرحله بعد دوباره ماشین تصمیمش رو بهتر میکنه تا اینکه برسه به ریواردهای مثبت، تا جایی که میتونه ریوارد مثبت بگیره. اصطلاحا میگیم اکسپریانس بافرش رو پر میکنه، یا میاد این بافر یا محدوده تجربیاتش رو با تجربیات قبلی پر میکنه و میدونه چه کاری رو انجام بده ریوارد مثبت میگیره و چه تصمیمی رو بگیره ریوارد منفی میگیره. حالا اینکه چجوری تصمیم میگیره باز دوباره که ریوارد بگیره اینم جلوتر حتما به صورت کامل بررسی میکنیم. خب سوالی دارید؟ آره شبکه فولی کانکتدی که به CNN کانکت شده بود، آره شبکه فولی کانکتد هست، یعنی اول ما CNN داریم بعد میدیمش به شبکه فولی کانکتد. نه شبکه جدا نیست. تو اون قسمت ما می اومدیم خروجی شبکه های کانولوشنالمون و CNN رو میداریم به شبکه فولی کانکتد که جدا نیست و هم توی شبکه هستن. دقیقاً ریل تایمشون بر اساس سخت افزاری که ما داریم هستش. ممکنه یه ماشین در 1/1000 ثانیه بیاد انجام بده، یه ماشین در 1/100 ثانیه بیاد این کار رو انجام بده، یعنی تصمیم درک کنه دورش رو تصمیم بگیره، ولی دقیقاً همشون ریل تایمه. ریوارد توضیح دادم بهتون. ریوارد حالا جلوتر خیلی بیشتر باهاش کار داریم، ولی ریوارد یه نمره‌ایه که ما به تصمیم ماشین میدیم. اگه ماشین تصمیم اشتباهی بگیره ما بهش نمره منفی میدیم. اوکی؟ اگه ماشین تصمیم درستی بگیره بهش نمره مثبت میدیم و ماشین سعی میکنه تصمیم درستی بگیره، یعنی قبلا تصمیمی گرفته یه نمره منفی گرفته سر این تصمیمش که آقا تو نمرت اینو اشتباه انجام دادی، دفعه بعد نمیاد اونو تکرار کنه چون میدونه اون کارش باعث نمره منفی میشه، میاد بهتر میکنه و یه جورایی مثل آزمایش و خطاست. آزمایش و خطا میزنه تا اینکه برسه به نمره مثبت. Generative Pre-trained Transformer هم میشه استفاده کرد. ببینید این سوال شما خیلی کلیه، بستگی داره. آره میشه، ولی توی بینایی ماشین آره میشه. من جلوتر حتما اینو یه بار بررسی میکنم واسهتون کامل، شبکه‌هاشو با دیتیل بیشتری بررسی میکنم. خواهش میکنم. این یه اوورویو بود از الگوریتم های ماشین لرنینگ که بدونیم جلوتر با چه غیر طرف باشیم، ولی یه چالنجش هم بگم بهتون. چالش های تکنیکال ما که خیلی مشخصه، احتمالاً همتون هم مشخص شدید، مشخصه واسهتون. اولین چالش ما سنسورهایی هستن که ما تو ماشین استفاده میکنیم. سنسورهای ما اگه قابل اعتماد نباشن و میزان خطایی داشته باشن و اطلاعات اشتباهی به الگوریتم های هوش مصنوعی بدن، الگوریتم های ما میان اطلاعات رو اشتباهی پروسس میکنن و تصمیم اشتباه گرفته میشه و این منجر به فاجعه میشه. پس در مرحله اولین چالش ما اینه که سنسورهامون قابل اطمینان باشن که اطلاعاتی که از اطراف میگیرن اطلاعات قابل اطمینانی باشن. چالش بعدی میشه بینایی. فرض کنید ما الان سنسورهامون قابل اطمینانن، اطلاعات درست دادن به شبکه هوش مصنوعی ما، حالا بینایی ماشین ما دومین چالش ماست که اینا رو درست پروسس و پردازش کنن. اوکی؟ یعنی اگه بینایی ماشین با ضریب خطای بالایی بیاد، یا حتی ضریب خطای بالا نه، حتی جزئی، بستگی داره، با یه ضریب خطای جزئی یا معمولی هم حتی بیاد این کار رو پروسس بزنه، یه جا اشتباه بزنه بره به دیسیژن میکینگ، تصمیم گیری، سیستم تصمیم گیری بر اساس بینایی ماشین تصمیم میگیره و اینجا تصمیم اشتباهی میگیره و اینم باعث یه فاجعه ممکنه بشه تو جاده. و سومین چالش هم میشه همین خود سیستم تصمیم گیری.
که اوکی همه چی الان درسته، بینایی ماشینم درست پردازش کرده، تو باید الان تصمیم درستی بگیری. و در نهایت هم امنیت، حالا این امنیت جزء کارهای هوش مصنوعی نیست، ولی امنیت هم توی ماشین لرنینگ و ماشین های خودران خیلی مطرح هستش و یکی از واقعا چالش هاشه. دومین چالش دقیقاً چالشی که شرکتی مثل تسلا خیلی از شرکت ها رو نمیتونه مثلا ماشینش رو به خیلی از شرکت ها عرضه کنه، دقیقاً همین چالشه. خیلی از کشورها قوانین مختلفی دارن، قوانین راهنمایی رانندگی مختلفی دارن و همین قوانین مختلف تو باعث میشه که توی ماشین های خودران ما به مشکل بخوره. الان ماشینی که ما الان توی آمریکا داریم ترین میکنیم اگه بیاد ژاپن کلی تصادف به بار میاره. چرا؟ چون خیابونا برعکسه. یعنی ماشین ترین شده از سمت چپ حرکت کنه، میاد به کشوری مثل ژاپن بعضی از خیابوناش که برعکسه میره سمت چپ، میفته تو لاین مخالف و تصادف میکنه. پس یا خیلی از قوانین راهنمایی رانندگی که توی خیلی از کشورها اصلا عجیب غریبه، ماشین باید با همه اینا سازگار بشه و این دوباره برمیگرده به سیستم هوش مصنوعی، برمیگرده به دیسیژن میکینگ ما، سیستم رینفورسمنت لرنینگ ما توی هوش مصنوعی که قوانین رو بدونه و تصمیمی که میگیره بر اساس قوانین باشه. این بزرگترین چالشه که ما بیایم همه کشورها قوانینش رو یکی یکی آداپت کنیم توی ماشین خودرانمون. سومین چالشیه که هیچ ربطی به علم و مهندسی نداره ولی توی مقالات مطرح میشه چون یه جورایی یه مشکله که ورود کرده به این صنعت. ما فرض کنید سیستم ماشین خودران ما بهش اولویت رو این دادیم که امنیت سرنشینان تو اولویت اوله. الان سیستم تصمیم گیری ما میدونه هر اتفاقی بیفته امنیت و سلامتی سرنشینای ما مهمه. حالا خدایی نکرده توی شرایطی قرار میگیره که داره تصادف میکنه، تصمیم گیریش اولویتش چیه؟ امنیت سرنشینان. میاد چند نفر رو با ماشین میزنه، میندازه اینور اونور، یا یه فاجعه‌ای به بار میاره که فقط امنیت اون سرنشینا رو حفظ کنه. یعنی جایی که اصلا مشخص نیست تصمیم درست و غلط چیه. و همین امر باعث شده که توی خیلی از مقالات اخیر که مخصوصا بعد از 2021 که واسه این ماشین‌های خودران داره بعضی منتشر میشه، این مسئله به عنوان چالش وارد این قضیه بشه و بیشترین چالش این مسئله هم از طرف پلیس داره میاد، مخصوصا پلیس آمریکا که بعد از فاجعه تسلا که ماشینا خودش رو میکوبیدن به ماشین‌های اورژانسی مثل ماشین پلیس و اینا، این مسئله وارد شد. مسئله آخرم همین قضیه پابلیک اجتماعی هستش که بعضی شغل از دست میدن، ممکنه کنترل نداشته باشیم روی قضیه حمل و نقل. اگه حمل و نقل کلا اتوماتیک بشه ما دیگه هیچ کنترلی نداریم روش. اینم یه چالش دیگه است، چالش اجتماعی تر. ولی خب ما کل تمرکزمون روی چالش تکنیکال هستش که ما این قضیه رو اوکی کنیم. قضیه‌های بعدی حالا ان شاءالله اوکی میشن یا متخصصین خودشونو داره که میان اوکی میکنن. و اما لول هاشون، آخرین بخش از سکشن اول لول های ماشین های خودران ما هستن. ما 6 تا لول داریم. تو کل ماشینا ما 6 تا لول داریم. سطح 0 یا لول 0 ماشینایی که خودمون داریم میرونیم، ماشین‌های که کاملا راننده داره این کنترل روی ماشین. این میشه ماشین سطح 0. ماشین سطح 1 اینجوریه که ما یه سیستم درایو اسیستنس داریم، یعنی سیستم دستیار راننده داریم. شاید خیلی از ماشین شما داشته باشه، الان ماشین‌های جدید اکثر این سیستم رو دارن. مثلا دندقب میرید یه دوربین باز میشه، فاصلتون تا دیوار رو نشون میده، وقتی که میرسید بوق میزنه که داری میرسی. این میشه همین دستیار راننده. این میشه ماشین سطح 1. ماشین سطح 2 ماشینی که پارشال اتوماسیونه، یعنی پارشال یعنی قسمتی اتوماتیکه. خب یعنی توی جاده مثلا توی بزرگراه، مثلا بزرگراه خیلی بزرگ رو در نظر بگیرید، اونجا خودش میتونه بره، میتونه شتاب بگیره، میتونه ترمز کنه، میتونه بپیچه، خودش میتونه بره. ولی
همچنان راننده کنترل رو داره. خب یعنی اینجوری نیست که ماشین خودش همه تصمیم‌ها رو بگیره، فقط میتونه تو سطح یک فقط به راننده اطلاع میداد که داری میرسی، داری برخورد میکنی به دیوار. اینجا هم اطلاع میده، هم خودش ترمز هم میگیره اگه داری برخورد میگیره به دیوار. اگه یه لحظه اشتباهی بپیچی روی یه نفر، خودش ترمز هم میگیره. سطح 3 برمیگرده به شرایطی که ماشین شما کاملا اتوماتیک هست، ولی در شرایط جاده‌ای مخصوص خودش. مثلا اگه توی بزرگراه خوب عمل میکنه ولی دیگه داخل شهر هیچ عملکرد خوبی نداره، یعنی ماشین شما مشروط به اینه که توی بزرگراه حرکت کنه که کاملا اتوماتیک باشه، داخل شهر نمیتونه اتوماتیک باشه. سطح 4 هم شرایط آب و هوایی مختلفو داره. مثلا یه ماشین هم تو بزرگراه هم تو داخل شهر کاملا اتوماتیکه، ولی وقتی که هوا صافه و دیگه هوا بارونی میشه، مه میشه، برفی میشه، دیگه ماشین اتوماتیک نیست و خب کارو خراب میکنه. سطح 5 هم دیگه فول اتوماتیک، تو هر شرایطی تو هر جاده‌ای میتونه اتوماتیک باشه. اگه یه مثال بخوام واسهتون بزنم که دقیقاً درک کنید چطوریه، شرکت تسلا همه ماشیناش تو سطح 2، یعنی سطح 2 ماشینایی که الان توی اروپا، آمریکا، تو برخی از کشورهای آسیایی هستن ماشینای تسلا که خیلی هم معروفن به ماشینای خودران، همشون سطح 2 هن. الان حتی ماشین‌های فول سلف درایوینگ یا همون FSD که تسلا داره عرضه میکنه، حالا البته بتا تستینگشه ها، یعنی تا حالت تستینگ کاملا عرضه نشده، این تازه میخواد ورود کنه به سطح 3. یعنی ما توی دنیا ماشینی نداریم که بالای سطح 3 باشه. فدریتد لرنینگ داره چیکار میکنه؟ فدریتد لرنینگ میگه ما از سطح 2 باید بیایم به سطح 4. فدریتد لرنینگ داره همین حرکت رو میزنه که راحت تر برسیم سطح 5، ولی در دنیای واقعی چیزی که الان ما داریم، هیچ ماشینی بالاتر از سطح 3 نیست. هنوز فعلا سطح 3 رو داریم. مثال رو زدم که متوجه بشین دقیقا ما کجا هستیم الان. قبل اینکه وارد بخش ای بشیم، بذار ببینم بچه‌ها سوالی دارین. خب ببینید، قوی باشه که آره دیگه، سخت افزار سنسورها باید تا حدی ریلایبل، یعنی قابل اطمینان باشن که اطلاعات درستی رو بدن. ماشین وقتی سرعتش خیلی میره بالا، سنسور ما هم باید در همون حد سرعت پردازش داشته باشه که بتونه اطلاعات رو سریع بگیره بده به الگوریتم‌های بینایی ماشین. آره دقیقا همینه. خیلی از شرکت‌ها بند کردن، ایران رو ممنوع کردن از. الان شما برید ماشین‌های بنزو که پارشال اتوماسیون هستن بگیرید، کل سیستماشو متاسفانه تو ایران کار نمی‌کنه. خب موقع ببینید شما یکم جلوتر از من حرکت کردید. این قضیه‌ای که ما تو فدریتد لرنینگ داریم روش کار می‌کنیم عالیه، مرسی که اینجا حالا اسپویل کردین اسلایدهای بعدی ما رو، ولی آره همین حرکت رو میزنیم. الان جلوتر همین چیزی که شما گفتین رو بچه‌هام باز میبینن. درسته. خب حالا وارد سکشن دوم میشیم. حالا وارد میشیم به بخش اپروچ های ماشین لرنینگ، یعنی روش های معمول ماشین لرنینگ. الگوریتم های ماشین لرنینگ رو گفتیم، حالا با کاربردهاش آشنا میشیم که ماشین لرنینگ توی سلف درایوینگ کارها دقیقاً چطوری عمل میکنن الگوریتم هاش و چه مدل ها و چه شبکه هایی داریم و چجوری عمل میکنن که بتونیم توی فدریتد لرنینگ ادامه بدیم. توی این بخش ما اول عملکردها و روش‌های ماشین لرنینگ معمول رو میگیم، بعد سوپروایزد لرنینگ، آن سوپروایزد لرنینگ و رینفورسمنت لرنینگ که توی ماشین‌های خودران استفاده میشن رو میگیم و در نهایت میگیم چرا ما اینا رو میذاریم کنار و میریم سراغ فدریتد لرنینگ، چه محدودیت‌هایی دارد دقیقاً و این محدودیت‌ها رو ما بولد میکنیم و میریم سراغ فدریتد لرنینگ که حالا این محدودیت ها رو اوکی کنیم. از اولش توی بخش اول سکشن دوم
این سه تا مفهوم رو الان کاور میکنیم: supervised learning، unsupervised learning و reinforcement learning. اولش از supervised learning شروع میکنیم. بچه‌ها supervised learning یا ترجمه فارسیش میشه یادگیری نظارت شده. به حالتی میگیم که ما ماشین رو اینجوری یاد میدیم به شبکه‌مون. حالا اینجا داریم درباره شبکه حرف میزنیم نه ماشین. ما به شبکه اینجوری یاد میدیم، مسئله رو میدیم، جوابم میدیم بهش و ماشین با نگاه کردن به مسئله و جواب پی میبره که چه رابطه‌ای بین این دوتا هست و اون رابطه رو یاد میگیره و مسئله بعدی که بهش میدیم رو میتونه حل کنه. اصطلاحاً میگیم هر یک از داده‌های ما لیبل دارن، یعنی برچسب دارن. مثال میزنم بهتون. فرض کنید ما یه دونه شبکه‌ای رو طراحی کردیم. شبکه ما CNN هست، شبکه‌های کانولوشن نورال نتورک. این شبکه ما یه کار رو میخواد انجام بده، سگ رو از گربه تشخیص بده. آقا ما یه عکسی میدیم به این شبکه، این میگیره این عکسو و به ما میگه سگ یا گربه است. ولی قبل از اینکه این شبکه راه بیفته باید آموزشش بدیم. حالا چجوری آموزشش میدیم؟ خیلی ساده است. میایم فرض کنید 5000 تا عکس سگ میگیریم و 5000 تا عکس گربه میگیریم. روی عکس سگ برچسب میزنیم 0. یعنی وقتی که میدیم به ماشین، به شبکه‌مون میدیم، میگیم که آقا این عکس رو میبینی، این 0، یعنی عکس سگ رو نشون میدیم و میگیم این یعنی 0. عکس گربه هم نشون میدیم و میگیم این یعنی 1. اوکی؟ و بعد ماشین هی نگاه میکنه، میگه اوکی این 0، این 0، این 1، این 0، این 1 و یاد میگیره. اینجا مفهوم کلاسیفیکیشن رو من دارم توضیح میدم، کلاس بندی، و یاد میگیره. و وقتی که یاد گرفت ما بهش یه عکس سگ رو مثلا میدیم ولی دیگه برچسب نداره روش. ماشین نگاه میکنه میگه اوکی این 0، اینی که تو به من دادی 0 و ما میدونیم 0 یعنی سگ. بعد مثلا عکس گربه میدیم بهش، میگه آها این 1، این 1 و میده بیرون. یادگیریش هم دقیقاً همینطوره. بعد از اینکه ما داده ها رو جمع میکنیم، یعنی 10,000 تا عکس سگ و گربه رو جمع میکنیم و اینا رو میایم، اجازه بدید من اینو باز کنم بهتر بشه. آها. و اینا رو میایم کلینینگ میکنیم، یعنی داده هام رو پری پروسس میکنیم دیگه، نویزاش رو از بین میبریم، اندازه هاش رو یکی میکنیم. یه بخش از این داده ها رو برمیداریم به عنوان تست دیتا. تست دیتا یعنی اینکه داده هایی که برچسب ندارن، فقط عکس سگ و گربه است که 0 و 1 ندارن روش. و یه سری داده ها رو به عنوان ترینینگ دیتا برمی‌داریم. ترینینگ دیتا یعنی داده های آموزشی، یعنی برچسب دارن، یعنی هر کدوم از این داده ها 0 و 1 رو دارن، یعنی ما میدونیم کدوم سگ کدوم گربه است. ما میدیم ماشین شبکه ما اینو یاد میگیره، کاملا یاد میگیره که سگ چیه گربه چیه و بعد میاد به مدل تستی. اینجا ما از داده های تست استفاده میکنیم و یه ارزیابی میکنیم. ممکنه یه ارور مثلا 70% ارور بده، دوباره برمیگرده به مرحله آموزش، یه بار دیگه آموزش میده، یه بار دیگه تست میشه. این مرحله اینقدر طول میکشه، یعنی اینقدر ریپیت و تکرار میشه تا اینکه ما به یه دقت معمول و قابل قبولی برسیم و مدل ما آماده میشه. به این شیوه آموزش که ما هم مسئله رو میدیم، هم جواب، یعنی هم دیتا رو میدیم، هم لیبلش رو میدیم، میگیم سوپروایزد لرنینگ. جایی که ما میدونیم دیتامون چی هستن. ولی خب برای اینکه بهتر بدونی شبکه‌های عصبی CNN چجوری کار میکنن، یه دونه دمو هست. اجازه بدید سوال رو جواب بدم. تکنیکالا بخش دوم ورکشاپ امروز هستن، یعنی ریاضیات و آکادمیک کارگاه بخش دوم. بخش اول مقدمه واسه کل همه ماشین لرنینگمون. ببینید بستگی داره دیگه، اینا همشون بستگی دارن که سیستم ما آپدیت بشن و دولت اجازه بده یا نده. ببین کلا یه دونه الگوریتمه،
خب یه دونه الگوریتمه و ما این الگوریتم اینقدر بهینه میکنیم تا بتونه تشخیص بده گربه رو از سگ. من متوجه نمیشم با چند تا مدل منظورتون با چند تا دیتا هستش؟ هر چقدر اگه منظورتون دیتا باشه، هر چقدر دیتا بیشتر باشه اینقدر مدل ما میتونه دقیق‌تر باشه. آره هر چقدر دیتا باشه مدل دقیق‌تر و دقتش خیلی بالا میره. دیتا کم باشه قطعا مدلمون اوورفیت میشه، دقتش خیلی میاد پایین. اسلایدها رو بعد از ورکشاپ آخر حتما در اختیارتون قرار میدم. ببینید شبکه کانولوشن به این شکل عمل میکنه. ما یه تصویری داریم که عدد 8 روشه. خب میایم یه فیلتر 3x3 میزنیم، یعنی یه دونه قسمت 3x3 از پیکسل های این عکس رو انتخاب میکنیم که اینجا هم هستن، مشاهده میکنیم و یه فیلتری بهش میزنیم. این فیلتر قراره لبه های بالایی عکس رو تشخیص بده. این سگمنتی که ما از اینجا انتخاب میکنیم ضرب میشه به فیلتر کانولوشن ما و یک جواب میده و این میشه پیکسل. و این روش اینقدر ادامه پیدا میکنه خب که کل عکس ما کاملا سگمنت بشه و کانولوشن میاد اصطلاحاً کانوالو میکنه عکسمون رو. خب وقتی که کانوالو میکنه اینجا شبکه ما میدونه که کدوم قسمت تاپ یعنی بالای تصویر هست و کدوم قسمت پایین تصویر هست. شبکه‌های کانولوشن اینجوری کار میکنن، میان کل عکس رو کانوالو میکنن. کل عملکرد و کارشون اینه که بیان اینجوری یه فیلتر 3x3، حالا من اینجا 3x3 مثال زدم، شما ممکنه توی شبکه‌ای که خودتون کار میکنید 5x5ش بکنید، اینجوری 5x5 برش داره. مثلا اینجا 3x3 برمیداره و به یه فیلتری ضرب میکنه. اگه من بخوام بهش بگم که زیر تصویر یعنی پایینای تصویر رو تشخیص بده، فیلتر عوض میشه. این فیلتر برای جاییه که پایین تصویر تشخیص بشه، پایین تصویر تشخیص داده بشه و میاد کل اون سگمنتی که انتخاب کرده رو ضرب میکنه به این فیلتر. خب و اوتپوت ما میشه یه دونه پیکسل. از کل این 3x3 یه پیکسل میده بیرون. خب تصویر کوچیک میشه طبیعتا، ولی ماشین اینجا متوجه میشه که تصویر باتوم یا همون زیر تصویر، لبه های زیرین تصویر کجا هستن. اینجوری مرز تصاویر رو پیدا میکنه و میتونه راحت اون ایمیج سگمنتیشن که توضیح دادم رو انجام بده. لایه های CNN اینجوری کار میکنن. دقیقاً هر چقدر دیتامون بیشتر باشن آموزش خیلی بیشتری میگیرن و اینجوری دقتمون هم خیلی میره بالا. فیلتر این شکل 8 رو خودتون نه یه سایت یه دموه در اختیارتون میذارم. این 8 یه عکسیه که پیکسلاش معلومه، یه دمویی که فقط نشون بده CNN چطوری کار میکنه. خودم نساختم، اینجا یه سایتی هست که خودش نشون بده. من میتونم مثلا عدد 8 انتخاب کردم، میتونم مثلا عدد 5 انتخاب کنم. 5 دست نویسه. این فقط یه چیزیه که نشون میده که چجوری داره کار میکنه. فقط خواستم با مفهوم CNN بیشتر آشنا بشید. خب این سوپروایزد لرنینگ اون اینجوری کار میکنه. آن سوپروایزد لرنینگ برعکس سوپروایزد لرنینگ دیتا هامون برچسب ندارن و ما واقعا نمیدونیم که دیتا هامون مثلا کدوم چیه و کدوم چه فرقی با قبلی داره. اینجا حتی انسان هم نمیتونه به ماشین کمک کنه و خود ماشین باید بفهمه فرق بین دیتا و رابطه اونها رو. یه مثال بهتون میزنم که هیچ ربطی به ما چیز نداره، هیچ ربطی به سلف درایوینگ کار نداره، فقط صرفا متوجه بشید که آن سوپروایزد لرنینگ یعنی چی. توی بحث خوشه‌بندی کلاسترینگ ما یه سری دیتا داریم. این نقاط سیاه که میبینید دیتا هستن، رو صفحمون پخش شدن. ما میخوایم به ماشین بگیم که آقا بیا این دیتاهای ما رو اینجوری خوشه بندی کن. خب هر کدوم از اینا رو بنداز توی خوشه، ولی دیتا دقت کنید همه‌شون سیاه هستن، یعنی همه‌شون عین همن، فقط موقعیت و مکانشون فرق داره. اینجا شبکه عصبی ما میاد
با آزمون و خطا پیدا میکنه رابطه اینا رو و در نهایت خوشه بندیشون میکنه. یعنی اول الکی یه خوشه های الکی میندازه تو صفحه، اینجوری مثلا میبینی خوشه ها کاملا اشتباهه، بعد اینقدر آزمون خطا میزنه مرکز خوشه ها رو جابجا میکنه که بالاخره پیدا میکنه که هر حالا بانچی از این نکته های سیاه تو کدوم خوشه باید قرار بگیرن. آن سوپروایزد لرنینگ اینجوری کار میکنه، یعنی اینجا دیگه ما لیبل نداریم بگیم این مثلا میگم این نکته ها قرمزن، این نکته ها آبیان، نه همشون سیاهن و همشون عین همن و شبکه ما خودش باید بفهمه که کدوم خوشه مال کدومه و چه رابطه‌ای بینها هست. این آن سوپروایزد لرنینگ توی ماشین لرنینگ هم توی سلف درایوینگ کار هم کار میکنه ها. ما یه نوع شبکه‌ای داریم به اسم آتو انکودرز. این آتو انکودرز ها لیبل ندارن، باز آن سوپروایزد هستن. خب چجوری کار میکنن؟ فرض کنید ماشین یه عکسی گرفته به این شکل تاره و یکم بلورش زیاده و نمیشه دید. ما اینو میدیم به یه شبکه آتو انکودر. شبکه آتو انکودر اینو میگیره و در بیرون به ما یه تصویر واضح از اون میده. شبکه آتو انکودر اینجا چیکار میکنه؟ میاد پیکسل به پیکسل این عکس رو باز میکنه و خودش دوباره بازسازی میکنه. عکس رو بازسازی میکنه یه بار دیگه و وقتی که بازسازی کرد این میشه. این عکس تصویر بازسازی شده از اینه و اینجا دید ماشین شفافتر میشه و در نتیجه الگوریتم ما واسه بینایی ماشین خیلی کم میشه، ضریب خطاش خیلی کم میشه واسه بینایی ماشین قسمت کامپیوتر ویژنش. آن سوپروایزد لرنینگ توی فدراتیو لرنینگ مال وقتیه که ما داریم همون لحظه که ماشین رو میرونیم یا خود ماشین داره تو جاده حرکت میکنه، هم داره میبینه، تصمیم میگیره و اکشن انجام میده، همون لحظه داره همچنان یاد میگیره. یعنی فرآیند یادگیریش متوقف نشده، همچنان که در حال خدمت هستش داره یاد میگیره. خب ما اونجا داده هایی که داریم لیبل بندی نشدن که. وقتی که ماشین خودش داره عکس میگیره از بیرون، هیچ انسانی نیومده بگه اوکی این درخته، این نمیدونم جاده است، این انسانه. خودش قبلا فهمیده درخت و انسان و جاده چیه. خب و خودش باید تشخیص بده که این درخته، این انسانه، این جاده است. اوکی، ممکنه یه لحظه یه ابجکتی به اطلاعاتش داده بشه که قبلا ما اونو بهش تعریف نکردیم، یعنی یاد نگرفته قبلا اونو. مثلا چه میدونم، مثلا کشتی ببینه. خب خودش باید اینجا فیگور اوت کنه. آن سوپروایزد لرنینگ اینه، خودش باید بفهمه باید چه اکشنی در مقابل اون داشته باشه و باید چه تصمیمی بگیره. اول ما سوپروایزد لرنینگ میزنیم و ماشین رو یاد میدیم، پری ترینش میکنیم. بعد که ماشین وارد عرصه خدمت میشه، یعنی داره کار میکنه، به صورت آن سوپروایزد لرنینگ همون لحظه هم داره یاد میگیره، اکسپریانسش بیشتر میشه، تجربهش بیشتر میشه و میره بالا. reinforcement learning یه چیز جدایی از اینه، یعنی اینایی که من الان بهتون توضیح دادم مال بینایی ماشینه. reinforcement learning توی دیسیژن میکینگ ما استفاده میشه، همونطور که بهتون گفتم، و با استفاده از فیدبک یا بازخوردی که از محیط خودش میگیره که ریواردم بهش میدیم، میاد تصمیم میگیره. یه شبکه DQN هست خیلی معروفه واسه یه دیسیژن میکینگ. این شبکه اینجوری کار میکنه، ما یه گیمی داریم بازی میکنیم، گیمو دادیم ما یه شبکه هوش مصنوعی واسمون بازی کنه. اوکی، این گیم میاد تو این نکته میرسه. الان با این دسته بازی که اینجا داریم باید تصمیم بگیریم بالا بره، پایین بیاد، چپ بره، راست بره و این دکمه قرمز رو بزنه نزنه، آیا دکمه قرمز رو بزنه بره بالا، بزنه بیاد پایین. این تصمیم رو باید بگیره الان بازیکن ما هم یه هوش مصنوعی. تو این لحظه ببین همه اتفاقایی که میگم تو صدم ثانیه شاید هزارم ثانیه اتفاق میفته، ریل تایمه. تو این لحظه ماشین میاد میگه اوکی الان ما کجا هستیم، یعنی از این محیط یه عکسی میگیره و وارد یه شبکه کانولوشن میشه. اکتیویشن فانکشن فعال میشه که توضیح میدم چیه. دوباره یه لایه کانولوشن دیگه، بعد وارد لایه‌های فولی کانکتد میشه و در نهایت میرسه به اوتپوت. و اینجا یکی از اینا رو بر اساس پردازشی که اینجا انجام شده تصمیم میگیره که بره سمت راست، بره سمت چپ.
حالا فرض کنید تصمیمش این میشه که بره بالا. ببینید یه دونه میره بالا، دوباره وای میسته، دوباره عکس میگیره، میده به اینجا، تصمیم میگیره. مثلا تصمیم دوم این بود که نقطه قرمز رو بزنه، دکمه قرمز رو میزنه، دوباره وای میسته، یه عکس از بازی میگیره، دوباره میده به اینجا، پردازش میشه، تصمیم جدید، اون تصمیم رو انجام میده، دوباره بعد، و به این شکل میره جلو. حالا اگه یه تصمیم بگیره که ببازه تو بازی، این میشه ریوارد منفی. دفعه بعد که به اون مرحله رسید، میدونه که اون کار رو نباید انجام بده. همه ما هم اینجوری کار میکنیم. شما اگه یه گیم بازی کنید و توی مرحله‌ای ببازین، وقتی که دوباره میاین اون مرحله رو بازی کنید، میدونید که اشتباه گذشته‌تون رو نباید انجام بدید، نباید دوباره همون حرکت رو بکنید وگرنه میبازید. خب اینم دقیقاً همونجور کار میکنه. میاد اگه یه لحظه تصمیم اشتباه بگیره و ببازی، میشه ریوارد منفی، و اگه تصمیم درست بگیره و یه مرحله یه استپ بره جلو و موفق بشه، میشه ریوارد مثبت. و دفعه بعد از اون ریواردهای مثبت، از اکسپریانس ها و تجربیاتی که ریواردهای مثبت گرفتن استفاده میکنه و تصمیم جدیدتری میگیره، و در آینده از تجربیاتی که ریوارد منفی گرفتن به قول خودمون عبرت میگیره و استفاده نمیکنه، و اینجوری تصمیم گیریش بهتر میشه. شبکه‌های DQN واسه reinforcement learning ما شبکه‌های خیلی بیشتری داریم، ولی اینجا چون من قبلا بهتون کانولوشن رو گفتم و فولی کانکتد هم گفتم، شبکه‌های عصبی، خاطر همین ترجیح دادم شبکه‌های DQN رو بهتون توضیح بدم. اگه بخواین شبکه‌های خیلی بیشتری هست، من جلوتر یه دونه از مهمترین شبکه‌های reinforcement learning رو واسه سلف درایوینگ کار هم حتما واسهتون باز توضیح میدم. حالا وارد میشیم این که چه لیمیتیشن هایی این داره، چه محدودیت هایی ما داریم اینجا که وارد عرصه فدریتد لرنینگ میشیم. اینایی که الان من بهتون گفتم، این الگوریتمایی که گفتم، چه مشکلاتی دارن که ما از این استفاده نمی کنیم و وارد فدریتد لرنینگ میشیم. خب بذارید قبل از این که اینا رو بگم ببینم بچه‌ها سوالی دارین ندارین، سوالا رو جواب بدیم. آره، این شکل بازی نشان دهنده آرکیتکچر شبکه دیپ. اینو میشه یه بار دیگه تکرار کنید؟ من متوجه سوالتون نشدم. ببینید شبکه‌های فولی کانکتد اینجوریه که پارامتر بیس کار میکنن. ببین البته ما داریم سیستم های پایین‌تر نمیتونن خب پردازش کنن. اگه یه لحظه سخت افزار ما مخصوصا جی پی یو ما پایین باشه، ضعیف باشه، تو مرحله آموزش جواب نمیده. مخصوصا تو مرحله آموزش ما به جی پی یو ها و سیستم های خیلی خیلی قوی تری نیاز داریم که بتونیم آموزشش بدیم. خب ولی وقتی که داریم اجرا میکنیم، این مدل ما آماده است، پارامتر داره، میگیره، پردازش میده بیرون. طبیعتا یه سخت افزار معمولی نیاز خواهیم داشت، قدرت معمولی داشته باشه، اوکی، ولی نه به اون صورت قوی که توی سیستم واسه آموزشش میخوایم. همه لپتاپ‌های شما الان این امکان رو دارن که از مدل‌های هوش مصنوعی که قبلا آموزش دیده استفاده کنن. لپتاپتون تا حدی قوی هست، اوکی، ولی احتمالاً تا لپتاپ خود من حتی واسه آموزشش ضعیفه، نمیتونه این مدل‌ها رو آموزش بده چون جی پی یو خیلی خیلی قوی میخواد. اجازه بدید من سوال از بالا یه بار دیگه بخونم. اغلب سایز، بله دقیقاً اغلب سایز 3x3 یا در 5x5 هست. این واسه یه سایز چیز هستش، چی میگن، CNN هستش. سایتش رو حتما همینجا میذارم در آخر واسهتون. با اعمال فیلتر از شکل چپ به شکل راست میرسیم. آره ببینید اگه منظورتون اینجا آتو انکودر هایی هستن که تصویر مات رو میگیرن و بهتر میکنن، اگه منظورتون این هستش اجازه بدید بیارم. اگه منظورتون این هست، بله ما اینجا میگیریم این دایره های قرمز شبکه های کانولوشن هستن، دایره های سبز شبکه های فولی کانکتد هستن. بچه اگه همچنان تو اینا شک دارید و نمیدونید چطوری، اصلا نگران نباشید. تو قسمت دمو هم بست پرکتیس ما اینا رو
دیتیل به دیتیل کامل بررسی میکنیم، چون شما باید تو این ورکشاپ اینا رو بلد باشید که توی ورکشاپ بعدی ما بتونیم به صورت آکادمیک‌تر و خیلی تخصصی‌تر کار کنیم. خاطر همه اینا رو بهتون میگم. اینجا فقط میگم که تو ذهنتون باشه که وقتی وارد این سکشن دمو ام بیس پرکتیس شدیم مشکلی نداشته باشیم. این شبکه ما اول وارد این میشه، شبکه کانولوشنال میشه، بعد شبکه فولی کانکتد رو رد میکنه، بعد وارد شبکه کد میشه. اینو میگم اکتیویشن فانکشن و اینا رو میگیره. بعد از اکتیویشن فانکشن دوباره یه شبکه فولی کانکتد داریم، بعد شبکه دی کانوالو داریم. کانولوشن دی کانولوشن برعکس همه. این عکس رو کانوالو میکنه، دیدید پیکسل های عکس رو تغییر میده. این دی کانوالو میکنه یعنی اینکه برمیگرده با همون حالت قبلی. بازسازی تصویر تو این قسمت انجام میشه. ما این قسمت تصویر رو بازسازی میکنیم، تو این قسمت تصویر رو پردازش میکنیم. تو این مورد شبکه یونت رو من جلوتر مثال زدم که اونو توضیح بدم کامل متوجه میشید که چجوری ما اول پردازش میکنیم، ویژگی های تصویر رو استخراج میکنیم، بعد با استفاده از اون ویژگی های تصویر میایم تصویر اصلی رو بازسازی میکنیم. امیدوارم که جواب داده باشم بهتون. متشکرم ازتون. شکل نشون دادید نشان دهنده ساختار DQN. بله شکلی که نشون دادم ساختار DQN، ولی خیلی خلاصه بود دیگه، پارامترها نیاورده بودم چون نمیخواستم خیلی سنگین کنم اینجا. اوکی. آره گوگل کلاب میده، ولی من راستش اینجا هم اگه ببینید از کگل استفاده میکنم. حالا من اینجا راحت ترم، ولی خب آره گوگل کلاب هم میده. مثلا آبجکت دیتکشن لپتاپم کافی باشه، اما همه این کارها به صورت همزمان شادشه. ببینید آره این چالشه، ولی واقعیتش واسه شرکت ها مهم نیست که چالش چجوریه. بذارید بهتون اینجوری بگم، وقتی که شما فرض کنید یه شخص هستید که دارین گیم میسازید، اوکی؟ شما الان دارید فرض کنید فیفا PS مثلا 2024 رو دارید میسازید. شما نمیایید فکر اینو بکنید که آقا لپتاپی که سال 2010 درست شده باید بتونه بازی منو اجرا کنه. نه، چون شما دارید امکانات جدید و گرافیک جدیدی به بازی میدید، میان میگید اوکی لپتاپایی که از 2018 به بعد درست شده میتونن بازی منو اجرا کنن، دیگه من نمیام کیفیت بازیمو پایین بیارم که لپتاپای قدیمی هم اجرا کنن، سیستم های قدیمی هم اجرا کنن. خب این چالش رو ما داریم، به خاطر همین هر ماشینی که بخوایم اینو روش اجرا کنیم میایم بهش میگیم آقا این سخت افزارها رو باید داشته باشی، این جی پی یو حداقلش عین بازگذی گیم. هر گیم یه ریکوایرمنت هایی داره دیگه، مثلا رمت فلان باشه، سی پی یو فلان باشه، اینقدر فضا داشته باشی. ما همین دارم به سیستم های ماشین های خودرو هم میدیم آقا شما ماشینتون باید این حجم از قدرت از پردازش اینا رو داشته باشه ها، وگرنه خب نمیتونین این کار رو انجام بدید. ولی با این حال واسه اجرا کردن سیستم زیاد قوری نمیخوام. حالا اینم که میگید داره ممکنه خودش یه چالش باشه، من اینجا یه دونه دمو دارم از شبکه‌های فولی کانکتد که اصلا چجوری ران میشن و اتفاقا الان میخواستم اینو بهتون توضیح بدم. این یه شبکه فولی کانکتد بچا، CNN نیست، فولی کانکتد، یه شبکه معمولی شبکه‌های عصبیه. کار ما چیه؟ کار ما اینه که نقاط آبی رو بیاریم تو این محل آبی و نقاط نارنجی رو بیاریم به این منطقه نارنجی. ورودیامون اینن، 2 تا لایه داریم اینجا. من میتونم لایه رو بیشتر کنم، الان کردم 3 تا لایه، اینم میتونم نوروناش حتی بیشتر کنم. خب حالا هر کدوم از این نورونا به همه نورون‌های بعدی وصل هستن. میبینین؟ خب به نورون‌های همسایه خودش وصل نیستا، به نورون‌های بعدی وصله و فقط به نورون‌های این لایه وصله. این نورون‌ها فقط به نورون‌های لایه بعدی خودش وصله. هر کدوم از این اج ها یه ویت داره. من موسع بیارم پایینش داشته ویتیز منفی 38 صدم. خب این یعنی چی؟ پردازش که روی این داده انجام میشه ضرب میشه به ویت این اج و میاد به اینجا، مال اینم ضرب میشه به ویت این اج و میاد به اینجا. یه جوری دیگه بهتون بگم که کامل متوجه بشید. ببینید بذارید لایه‌اشو کم کنم. این 2 تا داره،
اینم 2 تا داره، اینم پاک میکنم. پاک. اوکی. ببینید این کانکت شده به 2 تا لایه، 2 تا نورون بعدی، اینم کانکت شده به 2 تا نورون بعدی. خب حالا هر کدوم از این کانکشن ها رو میبینید، هر کدوم از این کانکشن ها یه وزنی دارن. این مثلا وزنش -11 صدمه، این وزنش 32 صدمه، این وزنش 17 صدم و این وزنش 35 صدم. این وزنا رو کی داده بهش؟ چالش ما همینه. هوش مصنوعی ما وقتی داره آموزش میبینه این وزنا رو باید درست انتخاب کنه. خب پس این وزنا چه تأثیری دارن رو داتای ما؟ تأثیرشون اینه. تأثیر اینه که وقتی که اینجا توی این نورون یه داده پردازش میشه و میخواد بره نورون بعدی، همینطوری الکی نمیده که به نورون بعدی. این پردازش نکرده بگه من اینو پردازش کردم بیا مال تو، حالا تو پردازش کن. نه، بعد که میخواد بده به نورون بعدی به یه وزنی ضربش میکنه. ببینید این نورون وقتی بخواد بده به این نورون به وزن -11 ضربش میکنه. بعد که این نورون بخواد بده به این نورون به وزن 32 صدم ضربش میکنه و الی آخر. خب و میاد میرسه به این که چرا ضربش میکنه دلیل ریاضی داره که جلوتر فرمول ریاضیشو نشون میدم، ولی همین وزنا، تاکید میکنم همین وزنا هستن که تاثیر میذارن روی دقت ما و اصلا کل آموزش ما اینه که این وزنا رو درست تشخیص بدیم. حالا بیاین بهتون نشون بدم. این وزن یادتون باشه چند بود؟ -11 صدم بود. شبکه رو شروع میکنن با آموزش دادن. شبکه شروع میشه با آموزش دادن، ارور میاد روی 1000، اینجا میاد روی 1000، آموزش رو اینجا متوقف میکنن. 236 اپوک، 236 مرحله آموزش دید. وزنش ببینید چقدر شد؟ -79 صدم. -11 صدم بودا، شد -79 صدم. چرا؟ بهینه ترش کرد، بهترش کرد و با بهینه کردن این وزنا ما ارورمون کم شد. این یه توضیح خیلی کلی واسه شبکه‌های چیز بود، شبکه‌های عصبی فولی کانکتد، که اگه شکی داشتید یا مشکلی داشتید برطرف بشه. باز اگه مشکلی دارید سوالی دارید بفرمایید. چشم، آدرس رو بذارید همین الان همینجا خدمتتون بفرستم. این آدرس همین سایتیه که الان دمو رو ران کردم. این هم آدرس همین سایتی که کانولوشن دمو داره. اوکی. خب حالا ادامه میدیم. حالا اینا رو توضیح دادیم، شبکه دی کیو ان هم توضیح دادیم، نحوه تصمیم گیری هم گفتیم بهتون که اول لایه کانولوشن، بعد از لایه کانولوشن لایه های فولی کانکتد که الان دموشنشون دادیم و یه تصویر و یه فیدبک از انوایرمنت، یه ریوارد و تصمیم جدید. حالا آخرین مبحث از ورکشاپ الان ما که میمونه فقط این که لیمیتیشن هاش چیان و از ورکشاپ 1.5 ساعت بعد ما وارد فدریتد لرنینگ و الگوریتمش میشیم و اینکه چجوری کار میکنه. حالا بیایم ببینیم اینا دقیقاً چه لیمیت ها و چه محدودیت هایی دارن که ما اومدیم از فدریتد لرنینگ بخوایم استفاده کنیم. اولین محدودیت میشه محدودیت انطباق پذیری. روش های یادگیری معمول برگوانینی از پیش تعریف شده و مهندسی ویژه تکیه میکنه که همین مسئله در توانایی همین ماشینا برای اینکه منطبق بشن با موقعیت‌ها و محیط‌های جدید رو محدود میکنه. الان ماشین ما بلده توی شرایط آب و هوایی سالم صاف بره، ولی یه لحظه آب و هوا ابری میشه، خب هوش مصنوعی ما خراب میشه، نمیتونه تو اون آب و هوای ابری کار کنه. وقتی بارونی میشه نمیتونه، هی خطا میزنه، منطبق نیست. خب این یکی از مهمترین، تاکید میکنم یکی از بزرگترین و مهمترین دلایلیه که ما داریم میریم سراغ فدریتد لرنینگ. اگه ما بخوایم به ماشینمون یاد بدیم تو همه شرایط آب و هوایی رانندگی کنه، تو همه نوع جاده‌ها، تو همه نوع ترافیک‌ها، فقط به یه شبکه بخوایم اینو یاد بگیم، اون شبکه خیلی بزرگ میشه، یک منابع و سخت افزار نامحدود قوی میخواد، مثلا ترین کردنش حتی ممکنه چندین ماه و شاید چندین سال طول بکشه و اصلا یه چیز عجیب غریبی میشه خارج از مثلا منطق که بیایم مثلا آموزش بدیم
تو شرایط آب مثلا 10 نوع شرایط آب و هوایی داریم، تو هر 10 نوعش باید بتونی بری. شرایط جاده ها مثلا بزرگراه، شرایط شهری، شرایط جاده خاکی، جاده های دو طرفه، جاده های چند بانده، همه اینا رو، حالا من فقط چند مورد رو بهتون گفتم، موردها خیلی فرق داره، همه اینا رو بیایم فقط به یک شبکه آموزش بدیم، یکم خیلی غیر منطقی میشه، اصلا خیلی سخت میشه. و همین مشکل رو ما داریم الان اینجا، یعنی سازگار کردنش با همه شرایط خیلی سخته، یه جورایی داره نزدیک به غیر ممکن میشه و حتی گاه هم ممکنه ما به شرایطی برسیم که غیر قابل پیش بینیه و قبلا اصلا آموزش ندادیم. ماشین باید بدونه تو اون شرایط غیر قابل پیش بینی چه حرکتی بکنه، حتی درسته قبلا تو اون شرایط آموزش ندیده، ولی باید خودش سریعا بتونه با اون شرایط سازگار کنه و این روشه. فدریتد لرنینگ میاد این قضیه رو یه جوری درست میکنه و یه جوری کاور میکنه و این مشکل انطباق پذیری محدود رو یا همون لیمیتد ادپتابیلیتی رو از بین میبره. مشکل دوم ما میشه عدم پاسخگویی در زمان واقعی. این مشکل رو اگر شما بخونید فکر کنید که زمان واقعی پاسخ نمیده، نه میده، اینا ریل تایم هستن، ولی وقتی میگیم عدم پاسخگویی در زمان واقعی منظور ما این نیست که نمیتونه ریل تایم جواب بده، میتونه، ولی ممکنه دیر به دیر جواب بده. مثلا فرض کنید الگوریتم ما هر 1/100 ثانیه میتونه جواب بده. اگه ماشین سرعتش برسه به 200 کیلومتر بر ساعت، این 1/100 ثانیه دیگه کافی نیست. تا تو به من جواب بدی من اون موقعیت رو رد کردم، رفتم تصادف کردم، تا تو تصمیم بگیری مثلا من رفتم. سرعت تصمیم گیری و سرعت جوابگویی و پاسخگویی و سرعت ریسپانس باید اینقدر بالا باشه که ماشین با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت مثلا میگم تو مسابقات مثلا سریع تصمیم بگیری. تو همون لحظه سرعت تصمیم گیری تو باید خیلی بالاتر از سرعت ماشین باشه. این مشکل توی شبکه‌های معمول هست، سرعتشون کمه، تو بعضی شرایط سرعت پاسخگویی میاد پایین و تا این بیاد به ما جواب بده ماشین از اون موقعیت رد شده و رفته. مشکل سوم تفسیرپذیری محدوده. این همون چالشیه که ما توی قوانین کشورها داریم. اگه من تو اینجا تصادف کنم، پلیس سری میاد و میگه تو مقصری به این دلیل به این دلیل به این دلیل، ولی ما اینجا یه مشکلی داریم که نمیتونیم تصمیمات ماشین رو تفسیر کنیم، یا میتونیم تفسیر کنیم ولی محدود میتونیم تفسیر کنیم. ماشین تو چرا این تصمیم رو گرفت؟ الان شما بگید چرا نمیتونیم تفسیر کنیم؟ چون اگه یه شبکه داشته باشیم و 1000 تا آموزش داده باشیم به اون شبکه، ما نمیدونیم بر اساس کدوم یکی از آموزش این اومد این تصمیم رو گرفته که بیایم درستش کنیم، که این مشکل رو واسش درست کنیم. من دوباره برمیگردم به مثال قبلی. سال 2018 2019 یک چند تا از نسخه‌های بتای ماشین‌های تسلا یه مشکلی داشت. وقتی ماشین‌های اورژانسی میدید، مثل پلیس، مثل آمبولانس، مثل آتش نشانی، همین که ماشین اورژانسی دیتکت می‌کرد و میدید خودش رو میرفت با چنان سرعتی به اون میکوبید که کل ماشین نابود میشد. دلیل این چیه؟ دلیل این برمیگرده به رینفورسمنت لرنینگ، تصمیم گیری ماشین سیستمش، که تسلا اصلا متوجه نشد به چه عنوان تو داری این تصمیم رو میگیری. احتمالاً داده‌های اشتباه وارد آموزشت شده، نمیدونم، احتمالاً در هنگام آموزش یه مسئله، یه چیزی ما اشتباه به تو داریم که داری این تصمیماتو میگیری. چی کار کرد؟ دوباره از اول نشست آموزش داد. این مشکل اونجا بود. همین الانم تو اینترنت اون قسمت تو سایت خود تسلا نمیدونم مونده، فکر کنم نمونده، باید برید از ویکی‌پدیا بخونید. اگه مونده باشه نوشته بود که یه مشکل توی رینفورسمنت لرنینگ بوده. چند تا مقاله هم حتی واسش بیرون اومد، ولی هیچ وقت به صورت قطعی نگفتن به خاطر این دلیل این داشت این تصمیم میگرفت، چون پیدا کردنش خیلی سخته، خیلی سخته، چون طرف این شبکه ما 100 تا اکسپریانس داره، 100 نوع آموزش دیده و این که بفهمیم دقیقاً کدوم یک از آموزش‌ها غلطه، چیکار کردیم که داره این تصمیم رو میگیره، سخته. توی فدریتد لرنینگ ما باز این مشکل رو حل میکنیم. ما کاملا میفهمیم که چرا ماشین داره این تصمیم رو میگیره و در آخر مقیاس پذیری محدود داره ماشین. اینجوریه که
یه ماشین ما میاد اینقدر داده تولید میکنه که پردازش کردن اون داده دیگه از توانایی شبکه ما بالا میره و این باعث میشه که برگردیم به مشکل اول. این مشکل باعث میشه برگردیم به مشکل اول که به مشکل دوم، خیلی عذر میخوام، که lack of real time response، پاسخگویی در زمان واقعی رو نداریم و برمیگردیم به این مشکل. درش اینکه میاد اینقدر داده تولید میکنه که پردازش کردنش وقتگیر میشه واسه ماشین و این وقتگیر شدن واسه میشه زمان پاسخگویی بیاد پایین. نباید اینقدر داده تولید کنیم و میکنه ها، شما نمیتونید جلوشو بگیرید. شما وقتی ماشین رو میذارید تو جاده برو و آن سوپروایز داره ترین میشه، این هر چقدر میبینه و دیدشو داره داده میکنه دیگه، عکسایی که میبینه رو داره داده میکنه واسه خودش و از اونها یاد میگیره و شما نمیتونید جلوی اینو بگیرید. اوکی؟ ما باید مدیریتش کنیم، منیجش کنیم و این منیج کردن دوباره برمیگرده به فدریتد لرنینگ. خب تا اینجا من هستم، هر سوالی دارین رو جواب میدیم الان و بخش فدریتد لرنینگ میمونه واسه بخش دوم ورکشاپمون. خب من هستم، هر سوالی داشته باشید از اول تا الان در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما. من هر شکی هر جاشو حالا به مشکل خوردید یا متوجه نشدین، من تا نیم ساعت هستم، بفرمایید در خدمتتون. خواهش میکنم. خواهش میکنم، مرسی از شما، منم متشکرم. خواهش میکنم. ممنون مهندس، خدا قوت. خیلی لذت بردیم. شما ممنون. سلامت باشی. من فقط به دوستان بگم که نرید دیگه اینا. تایم بعدیمون ساعت 19 هست، برید تو این فاصله رفرش بکنید، پر از انرژی برای تایم دوم حتما برگردید. اوکی، من تا نیم ساعت دیگه چشم الان ایمیلمو میذارم، همینجا هستم و هر سوالی داشتید اصلا خواستید درباره یه مبحث بپرسید جدا از این، من خوشحال میشم پاسخ بدم. ایمیلم هم الان خدمتتون می‌نویسم. ممنون مهندس، لطف کردین. در رابطه با رادار، ببینید الان شرکت بنز، حالا من تا جایی که دیدم کمپانی بنز یه سری رادارهایی رو داره دیولپ میکنه، داره توسعه میده که واقعا خیلی خوبن. یعنی در این حد بگم خوبن که میاد کل فضای اطراف ماشین رو به صورت کاملا سه‌بعدی و انیمیشنی به شما نشون میده. یعنی اگه یه دونه کامیون پشت سر شما تو فاصله مثلا 10 متریتون باشه، این میاد اون کامیون رو دقیقاً با ابعاد خودش، دقیقاً هم توی مقیاس 10 متری شما روی مانیتور نشون میده و یه جوری بگم که به شما یه دید کاملا 360 درجه میده. اجازه بدید اگه من داشتم قبلا یه دونه دموشو، یه دونه من داشتم قبلا پیدا نکردم، بذارید گوگل سرچش کنم، شاید یه تصویر واقعی رو برد.
آها چقدرم عالی. این اتفاقا مسئول است. خوب شد پرسیدین. اینا هاشش الان نشون میدم خدمتتون. صفحه‌مو شیر کنم. میلاد جان الان کامل بهت توضیح میدم کانولوشنال نورال نتورک چیکار میکنم. اجازه این رادار رو توضیح بدم. چشم. ببینید اینو میبینین، این یه سگمنت شده. ای کاش اینو تو ارائه داشتم، همین الان شانسکی تو گوگل پیدا کردم. یه ماشینیه، اتفاقا ماشینم باز واسه بنزه، یه ماشینیه که یه دوربین سگمنتیشن داره جلوش. خب این دوربین میبینید دقیقاً دید راننده رو میگیره و تصاویر رو سگمنت میکنه. مثلا ماشینا رو آبی کرده، جاده رو بنفش کرده، آدما رو قرمز کمرنگ کرده، من تو رنگای یکم خوب نیستم، بعد درخت‌ها رو سبز کرده. این میشه سگمنتیشن که دقیقاً بر این اساس ماشین‌های خودران تصمیم میگیرن. ولی رادار یه حرکت دیگه ای میزنه. یکی بود اتفاقاً اگه پیدا کنم، نداره متاسفانه، نشون نمیده. رادار یه حرکت کاملا، اجازه ببینم نشون میده اینجا اگه سرچ کنم دموشو میاره بالا. خود رادار رو نشون نمیده متاسفانه. آها این فکر کنم که خب رادار دقیقاً این آشش به این شکل عمل میکنه که کل ماشین های اطراف رو به صورت 360 درجه اینجوری میاره روی مانیتور. به این شکل میاره روی مانیتور و به شما نشون میده که اطرافتون چه ماشین هایی هستن. راستش ما همیشه سعی میکنیم متکی بر رادار نباشیم توی ماشین های خودران. این آشش، این خیلی بهتره، این خیلی بهتره. این آشش ببینید، بذارید لود بشه. ما توی ماشین های خودران خیلی سعی میکنیم به رادارها وابسته نباشیم. این یه رادار مال شرکت بنزه. ببینید چقدر خوب اطراف ماشین رو کاملا آورده. حالا این تصویر میتونه از بالا نشون داده بشه و دور تا دور تو هم نشون بده. اینجا فقط جلوی رادار جلویی رو فعال کرده. میتونه رادار 360 درجه رو فعال کنه و کل ماشین رو نشون بده، کل دور تا دور ماشین رو نشون بده. این مربوط به بینایی ماشین نیست، این راداره. این ماشینایی هم که اینجا کشیده، ماشین ها واقعی تو این شکل نیستن، یه پیش‌فرض اینجوری کشیده. ولی خب به این قدرتمندی داره رادارش اینجوری کار میکنه، با این قدرت بالا. این خیلی دقت، این بیشتر به کمک راننده میاد. ما توی ماشین‌های خودران سعی میکنیم به اینا وابسته نباشیم. خوبه. من اتفاقا توی زمینه رادار زیاد کار نکردم. من فقط میدونم رادار یعنی این که یه سری فرکانس ها فرستاده میشه، به آبجکت برخورد میکنه و برمیگرده و ما از فرکانس های برگشتی میفهمیم که کجا هستم. چرا سعی میکنیم وابسته نباشیم؟ خیلی ساده است. ببینید شما خودتون رو بذارید جای یه راننده. اگه وابسته به رادار باشین و فردای روز رادارتون کار نکنه، نمیتونید رانندگی کنی. اگه ما بیایم ماشین رو وابسته به رادار کنیم، رادار نباشه، ماشین پس نمیتونه کار کنه. دلیل اصلی که میخوایم وابسته نباشیم اینه. ماشین خودش ببینه و تصمیم بگیره. رادار میتونه کمک کنه ولی نباشه نباید اختلالی تو ما ایجاد کنه. ولی بودنش باعث میشه که دقتمون خیلی بره بالاتر. این خیلی خوبه. آره نسبت به دید دوربین بهتره. البته دوربینم اینجا یه نمونه از سنسورها. خب اینجا ما از آتوانکادرها استفاده میکنیم. دیدید تو ارائه تصویر ماتو دادیم به این شبکه آتوانکادر و اون تصویر مات بهتر شد. ما این امکاناتو داریم که تصویر حتی تو آب و هوایی بدم شفاف کنیم، بهتر کنیم توش مصنوعی. خب ولی اگه ما بیایم تو این زمینه وابسته رادار باشیم، میتونیم از رادار کمک بگیریم، ولی اگه وابسته باشیم و رادار نباشه، کل سیستم هوش مصنوعی ما از کار میفته و این خیلی بده. نباید این اتفاق بیفته.
ولی میتونیم از رادار به عنوان یه سیستم، یه پلاگین استفاده کنیم که کمکمون کنه. ولی رادار یه جایی هم به کمکمون نمیاد، مثل شرایط آب و هوایی. وقتی کل کف زمین برفه و مثلا چاله ها دیده نمیشن، موانعی که زیر برفن دیده نمیشن، اینجا تا رادار هم نمیتونه کار کنه. اینجا دوباره برمیگردیم سر وقت هوش مصنوعی که بفهمه اینجا باید چه اتفاقی باید بیفته. البته رادار اونجا هم کار میکنه، ممکنه با فرستادن فرکانس و اینا بفهمه زیر برف چه موانعی هست. ولی من والا توی این سرچ هایی که انجام داده بودیم، رادار توی این موانع مشکل داشت خودش. شاید رادارهایی که ما داشتیم درست نبودن. اینجا ما توی ایتالیا ماشین داشتیم رادار داشت، ولی احتمالا رادارش خوب نبوده. نه واقعیتش نه، چون ما اصلا با رادارش کاری نداشتیم، فقط داشتیم میدیدیم که داره نشون میده. ما کلا داشتیم رو شبکه هوش مصنوعی خودمون کار می‌کردیم. من اصلا درباره رادار زیاد اطلاعات ندارم. در حد خیلی بیسیک معمولی میدونم که فرکانس میفرسته، برخورد میکنه با آبجکت، برمیگرده و میفهمه آبجکت کجاست. وگرنه هیچ اطلاعی ندارم. ولی همیشه یه متخصصین هستن تو این سنسور که میان پلاگین میزنن به هوش مصنوعی. یه لحظه اجازه بدید من جواب این دوست عزیزمون میلاد جانم بدم که شبکه‌های عصبی کانولوشن رو نفهمیدم. میلاد جان هستی؟ توضیح بدم بهت. اوکی. میلاد جان ببین، ما نیاز داریم که تصویر رو بشناسیم. تو به عنوان یک انسان الان که داری این تصویر رو میبینی، سریع تو ذهنت میدونی اینا تبای ما هستن، اینا سایت های ما هستن، این صفحه سایت، این مثلا دکمه خروج، این دکمه مینیمایز، این استارت منوه. ببین ناخودآگاه تو 1/1000 ثانیه همه اینا تو تشخیص میدیم. ما باید یه کاری کنیم ماشین هم تشخیص بده. اوکی؟ ولی ماشین ما نمیدونیم راستش دقیقاً مغز چطوری داره اینا رو در جا تشخیص میده. حتی علم پزشکی هم الان نمیدونه. به خاطر همین ما مجبوریم راهکار خودمون رو به ماشین ارائه بدیم. ماشین هم باید تشخیص بده. پس ماشین چجوری تشخیص میده؟ اینجوری تشخیص میده. ببین میایم یه فیلتر 3x3 روی پیکسل تصویرها میذاریم. اول اینو بدون، تصویر یعنی ماتریس، عکس یعنی ماتریس. هر پیکسل از عکس یک عددی داره. اوکی؟ یعنی هر عکس یه اینجوری ماتریسه تو حالت ریاضیاتی. خب ما اینجا چی کار میکنیم؟ ما اینجا این کار رو انجام میدیم. ما میایم یه 3x3 میزنیم و 9 تا از پیکسل های تصویر رو انتخاب میکنیم. الان ما فقط میخوایم این 9 تا پیکسل رو بررسی کنیم ببینیم چی هن. خب ولی بر چه اساس بررسی میکنیم؟ بر اساس فیلتری که داریم بررسی میکنیم. یعنی این 9 تا پیکسل رو ضرب در این فیلتر میکنیم و نتیجه میداد بیرون. میدونی چرا اینجا نتیجه 0 شده؟ چون بک‌گراند تصویر هیچی نداره، صفره، یعنی هیچی اینجا نیست. پس 0 ضرب در هر فیلتری میشه 0. ماشین میفهمه 0 آقا اونجا هیچی نیست، صفره. یه استپ میریم جلو. ببین یه استپ میریم جلو یعنی یه دونه پیکسل، یه ردیف پیکسل میایم جلو، دوباره برمیداریم، دوباره ضرب میکنیم و دوباره میشه 0. اینجا هم هیچی نیست. همینجوری ادامه میدیم، پیکسل به پیکسل تصویر رو بررسی میکنیم و ادامه میدیم تا اینکه میرسیم به تصویر. اینجا میاد این 9 تا رو برمیداره، اینجا یه چیزی هست، ضرب میکنه به این فیلتر و این فیلتر یه نتیجه منفی که 1 میده. ماشین میدونه این منفی شد. وقتی که منفی شد یا وقتی که زیر 1 مقدار کمی شد تو اینجا، خب یعنی این که یه مقدار معین، یعنی این که بالای تصویریم ما ببین منفی داره میشه. خب اجهای بالای تصویر منفی میشن. میبینی منفی 19، منفی 30، منفی 1 و 3، منفی اون 19 نبود 1 و 9، منفی 17، منفی 3. چجوری میفهمین پیکسل های بالای تصویر منفی میشن؟ چون ما اینجا فیلترمون باتوم اج فیلتره، یعنی پیکسل های پایینی تصویر رو باید تشخیص بده.
ما یه فیلتری طراحی کردیم، این فیلتر رو ما طراحی کردیم که پیکسل های بالایی تصویر اگه ضرب بشن به این فیلتر منفی میشن و ما میفهمیم که بالایی، و اگه ادامه بدیم و برسیم به فیلترهای پایین تصویر مثبت میشن. خب میبینی این قرمزا همشون مثبتن. خب و همینطور ادامه میده و به این شکل ماشین میتونه فیلترهای پایین، ببین مثبت شد چون الان فیلتری که انتخاب کرده زیر تصویره. خب این قسمت زیر پنجه و مثبت شد و اینجا داره کل ابعاد زیری تصویر رو تشخیص میده. این از این. تا اینجاشو متوجه شدی چجوری هستش؟ با این سایت که حالا فرستادم یکم بازی کنی کامل متوجه میشی. شبکه‌های کانولوشن میاد عکس و پیکسل به پیکسل بررسی میکنه که بفهمه چیه این عکس داره چیو میگه. بین ما که بفهمه عکس سگ، عکس گربه است، عکس آدم، عکس چیه. آره ببین اینجوری کار میکنه. ببین من اینجا میخوام به ماشین بگم که تاپ اج های منو فیلتر کن. تاپ اج فیلتر یعنی اینکه قسمت های بالایی تصویر رو واسه من قرمز کن، یعنی بکش بیرون، قسمت های بالایی تصویر رو بشناس. اول خود به عنوان انسان قبل اینکه ماشین شروع کنه به کار کردن، قسمت های بالایی تصویر کدومن؟ الان بهت میگم. اینا قسمت های بالایی تصویرن. اینا تقریبا بالاشن. اینا لبه های بالایی. ببینی لبه های بالایی، اینا لبه های بالایی، اینا لبه های پایینی هستن. اینم لبه پایینیه، اینم لبه پایینی. این قراره لبه های بالایی رو تشخیص بده. واسه اینکه لبه های بالایی تشخیص بده، ببین توی فیلتر 3x3 فیلتر لبه های بالایی -1 میشن که اگه به اینا ضرب بشه مثبتش کنه. فیلتر وسطی تصویر رو 1 میکنیم که اینا مثلا وسط تصویرن، نه بالا نه پایین، تو وسط تصویرن که خودشون باشن. پایینم کلا بکش صفرش کن، لبه های پایینی هم صفرش کن. و اگه من اینجوری پلی کنم میاد لبه های بالایی رو میگیره. ببینی کلا مثبت میشه لبه های بالایی. اعداد مثبت قرمز میشن، اعداد منفی آبی میشن و لبه های پایینی ببین اینجا آبی میشه. میبینی؟ حالا بیا بهش بگیم که لفت رو تشخیص بده، چپ. حالا لبه های چپ رو میخواد تشخیص بده. ببین قسمت چپ این ماتریس ما، فیلتر ما شد -1، قسمت وسط همون 1، قسمت آخر یعنی قسمت سمت راست شد 0. حالا بیا بگیم راست رو تشخیص بده. فیلتر راست شد -1. میبینی فیلتر چپ شد 0. حالا اگه یه دونه دوباره بزنم پردازش کنه، دقت کن قسمت های راست میشه قرمز. اینجا مثلا راست تصویر، اینجا رو قرمز کرد. اینا راست تصویر واسش محسوب میشن تقریبا و قسمت های چپ میشه آبی. حالا اگه بهش بگم که چپ رو تشخیص بده، این بار برعکس میکنه. قسمت های چپ رو میکنه قرمز، قسمت های راست رو میکنه آبی. منظورم از قرمز و آبی منفی و مثبته. میبینی الان برعکس شد، قسمت های چپ قرمز شد. این به خاطر فیلتریه که ما داریم بهش میزنیم. آفرین. فیلتری که همه لبه ها رو، منظورت اینه که با هم تشخیص بده، همه لبه ها رو با هم تشخیص بده. منظورت اینه؟ آفرین. ما نمیتونیم فیلتری داشته باشیم که همه لبه ها رو تشخیص بده. پس چیکار میکنیم؟ یکی یکی اعمال میکنیم. میگیم اول بیا بالا رو تشخیص بده، حالا بیا پایین رو تشخیص بده، حالا بیا راست رو تشخیص بده، حالا بیا چپ رو تشخیص بده. خب بعد که این 4 تا رو تشخیص داد میذاریم رو هم دیگه. آدرس سایت رو گذاشتم اون بالا، ولی بیا یه بار دیگه همینجا خدمتت میفرستم. یعنی یکی یکی تشخیص میدیم. یعنی یه بار بالا رو تشخیص میدیم، یه بار سمت راست رو تشخیص میدیم، یه بار سمت چپ رو تشخیص میدیم، یه بار سمت پایین رو تشخیص میدیم و ممکنه ویژگی های دیگه ای هم داشته باشه. جدا هر ویژگی رو تشخیص میدیم و همه تشخیص ها رو جمع میکنیم رو هم.
اینجوری میشه کار میکنه. آره فیلتر خود ما میسازیم، این فیلتر ساخت خود ماست. البته میتونی بری مقادیر فیلتر رو تغییر بدی ولی نده، بذار فیلتر پیشفرض خودش اعمال بشه، چون اونو قبلا 1000 بار تست کردن و فهمیدن این فیلتر مناسب ترین فیلتره. حالا فردا ایشالله تو این زمینه خیلی پیشرفت کنی، بخوای یه مقاله بنویسی بگی آقا من یه فیلتر نوع جدیدی رو تشخیص اعمال کردم که اصلا دقتش خیلی بالاتره، اون موقع بحثی. ولی فیلترهایی که الان هست قبلا 1000 بار تست شدن و این ایدئال ترین فیلتر الان این فیلتر است. با سوالی داشته باشی من در خدمت. آره دقیقاً شبکه‌های عصبی کانولوشنال نورال نتورک CNN ها. یه اطلاعات بذار اضافی تر هم بهت بدم اینجا. ما یه چیزی داریم در نقطه کنار CNN ها به اسم RNN ها. بذار اینجا بنویسم واسه بعداً برو حتما روشون تحقیق کن. وایسا اینجا بنویسم recurrent یا بهشون میگن RNN. اینا عین همین شبکه‌های CNN ولی فرقشون اینه که شبکه‌های CNN بهترین راهکار برای تشخیص تصویر و پردازش تصویر هستن. شبکه‌های RNN بهتر هستن واسه مثلا پردازش زبان طبیعی، مثلا همین گوگل ترنسلیت که داره ترجمه میکنه، اصلا همشو بریز دور. چت جی پی تی، امیدوارم با چت جی پی تی آشنایی داشته باشی. همین چت جی پی تی که داره مثلا اون اطلاعات مثلا حرف میزنه جمله جنریت میکنه، اوکی، این داره از شبکه‌های RNN استفاده میکنه، شبکه‌های ریکارنت نورال نتورک استفاده میکنه. ما تو ماشین‌های خودران داریم از شبکه‌های CNN استفاده میکنیم. هر کدومشون شاید اتفاقا خواستم اینم بهت بگم که آره هر چیزی با چت بات کار کردی یا با چت جی پی تی کار کردی، همه اینا دارن از شبکه‌های RNN استفاده میکنن. اگه خواستی تحقیق کنی هر دوتای اینا رو حتما میتونی تحقیق کنی. خواهش میکنم، موفق باشی. با سوال داشتی بپرس، جلسه بعدی میبینم حتما.